میکنه. الهی آمین. خدایا خداوند کریم، پروردگار 18,000 عالم، همین دستی درازی ما را پروردگار ناامید نگردان. خدایا خداوند کریم، تو اعظم رحمان و رحیم، بخشنده و مهربان هستی، تو حق هستی، تو آفریدگی هستی زمین و آسمان و ملائکه ها را، تو آفریدگی هستی همه ستاره ها را. و پیش از ما که ما نو آمدگی هستیم، پیش از ما چقدر نسل ها آمدن رفتن خدای خداوند کریم در تاریخ زمین. خدایا خداوند کریم، من فقط به خودت ارتباط دارم و در خودت راز دل من میکنم. خدایا دعای مرا بشنو دعای مرا، زیرا که دعای من نه فقط از طرف ما است، از طرف همه مظلومایی که در تاجیکستان هستند. شخصا از امو شهرت قدرت و از امو کودکایی که در امو خانهشون در ماه شریف رمضان پدرشون دیدن نتونسته استند، در گریه و ناله هستند. خدایا خداوند کریم، من دست دراز میکنم و از تو امید دارم خدایا که تو آواز ما را میشنوی در این ماه شریف رمضان از این قدر مؤمن و مسلمانایی که دست دراز میکنن به سوی تو. پروردگارا، تو آفریدگی هستی در تاریخ زمین هر نمود آدم را، از فرعون سرکده تا حضرت موسی علیه السلام، تا حضرت آدم علیه السلام، تا پیغمبر خدا محمد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم. ظالمات دائما بودن. پروردگارا خدایا، من میدونم که ما هممون پرگناه هستیم، این خطاگی ما بود که پروردگارا که تو در بالای ما همین ظالم آوردیم، زیرا که ما خودمون خطا کردیم در سالهای 90 سال که برادر ما نکشتیم. بسیاری ملاها و بسیاری آدمای ایشون بچه‌ها از دنیا گذشتن. این غضب تو بود که خدایا تو در بالای ما همین را آوردی و نشان دادی که بفهمیم که شما چی نمود حکومتداری خواسته بودین. همین نمود حکومتداری خواستیم، ما در بالای سر شما همین نمود آدمی را در بالاتون آوردیم موندیم. خدایا من دست دراز میکنم که خدایا رحم کن، خدایا رحم کن در مردم تاجیکستان، رحم کن در او زنها و فرزندایی که روز در گریه و نالیش هستند، رحم کن در ملت تاجیک که این روز دست دراز کرده است. چری آدمای تاجیکا در وقتهای آخر خدایا خداوند کریم خودکشی میکنند، در عذابای کلان گرفتار هستند، در راههای بد از راه مجبوری میروند. خدایا به حرمت قرآن شریفت پروردگارا، به حرمت ماه شریف رمضانت پروردگارا، به حرمت شب قدرت خدایا خداوند کریم، به حرمت 99 نام بزرگت پروردگارا که همش رحمان و رحیم و بخشنده و مهربان است، به حرمت پروردگار جمیع مومن مسلمانایی که در دنیا هستند. خدای من میدونم که در سرزمین تاجیکستان تو پروردگار بسیاری بندهایی که مومن مسلمانی که عبادت میکنن خدایا تو اونا را دوست میداری. تو وعده کرده هستی که هر کسی که تو را عبادت میکنه تو اونا را نمیمونی پروردگار. هر کسی که با اونا جنگ اعلام میکنه تو به همون دشمنای اونا خدایا جنگ اعلام میکنی. پروردگار وقت و ساعت رسید به داد مردم تاجیکستان برس پروردگار در همین ماهای شریف بزرگ پروردگار. خدایا به حرمت 4 موکل بزرگ پروردگار، به حرمت جمیع پیغمبرات، به حرمت پروردگار 7 طبقه و زمین و آسمانت پروردگار. خدایا خداوند کریم ما از خودت امید طلب دارم. خدایا ما دست دراز کردیم به سببی که میدونم که در دست درازی ما پروردگار بسیاری زنها و مسفیدا و کودکا پروردگار دست دراز کرده هستند. خدایا خودت میدونی که همین ظالمی که در تاجیکستان ما هست همین به خودم بزید قانونای خود برآمد، بزید پیغمبر خدا محمد رسول اکرم صلی الله علیه و سلم برآمد، بزید شریعت برآمد. خدایا خداوند کریم، خدایا خودت دیده بدی که همین انسان چی نمود قانونا برآورد، بزید خودت پروردگار. ما بغض از خودت حمایتگر و پشتگیر نداریم. خدایا اگر که خودت خواستی همه چیز در پیش خودت یک دم در حل میشه پروردگار. خدایا گناههای کردگی ملت مرا و گناههای کردگی ما را پروردگار عفو کن، گناههای ما را بخش پروردگار. در همین ماه شریف رمضان پروردگار دستای دراز ما را ناامید نگردان. خدایا به حرمت جمیع اولیاء و انبیاء پروردگار، به حرمت شهید بزرگات پروردگار، به حرمت پروردگار که اونایی که تولد میشن که خدای خود تقدیر نصیبش تو عبادت نوشتگی هستی و چقدر بزرگای پیدا میشن و اونایی که گذشتگی هستن پروردگار، به حرمت رحمت پروردگار، به حرمت عدالتت پروردگار، به حرمت همه بزرگیت پروردگار. من میدونم که خدایا خداوند کریم که چی نمود تو زمین و آسمان آفرید در پیش تو همه کار آسان است. خدایا خداوند کریم چیزی که تو خواستی همون کار میشود پروردگارا.
در این ماه شریف رمضان مسلمانایی که دست دراز کردیم به درگاه خودت، پروردگار ناامید نگردان ما را، نکن که دشمن در بالای ما زور بیاید. خدایا در همین مبارزه آخران ما پروردگار نکن که دشمن زوری ما بالای سر ما زور شود، زیرا که این میدان آخری ما است. زیرا که مردم تاجیکستان در مدت این قدر وقت در ترس وهم است. مردم تاجیکستان نمیتونه آشکار گپ زدن، ترس زیاد لغت کردگی است. و بله که خودت خداوند دیدگی است چی نمود همین ظالم در بالای مردم ظلم آوردگی است. یک ملت میترسه در مسئله گپی خود چه گفتن. خدایا خداوند کریم رحم کن و دعای ما را به درگاهت قبول کن پروردگارا. همین دعای ما را پروردگارا نزدیک بگیر، دورش نگیر پروردگارا. به حرمت خانه خدات، خانه کعبه، به حرمت سنگ بزرگت پروردگارا، سنگ کعبه پروردگارا، به حرمت آدمایی که حاضر عبادت میکنن در همین ماه شریف رمضان. خدایا خداوند کریم ما از خودت امید دارم پروردگارا. ناامید نگردان ملت تاجیک را پروردگارا، ناامید نگردان همه شهروندایی که در تاجیکستان هستند که به امید طرف تو نگاه کردیستن. خدایا تو قوت دادگی هستی در امام علی رحمان و تو قوت میگیری پروردگارا. خدایا تو جان میتی و جان انسان خودت میگیری پروردگارا. خدایا به حرمت ریش سفیدای تاجیکستان، خدایا به حرمت همه آدمایی که خدایا هر روز امید میکنن که نماز میخوان با امداد طرف تو نگاه میکنن، هر روز ذکر تو میکنن. خدایا به حرمت جمیع آدمایی که روحانی هستند، خدایا خداوند کریم اونایی که شب و روز نیستن و ذکر تو میکنن پروردگارا. خدایا به حرمت همه مزارا و بزرگایی که در سرزمین تاجیکستان ما گذشتگی هستند، خدایا به حرمت همه چیزی که در دنیا نیکی است، به حرمت عشقی که پروردگار تو در داخل فرزند به مادر خود انداختگی هستی، به حرمت محبتی که در مابین فرزندا و پدرها و مادرها هستند. خدایا ناامید نگردان، دستای دراز ما را به درگاهت قبول کو. خدایا همین ظالم از بالای سر ما بگیر. خدایا خداوند کریم همین را شکست بده در همین میدان آخری که پروردگار ما و شما این روز دیدیم. پروردگار یک ملت تاجیک سرسان و سرگردان است پروردگار، از مکر حیله دروغ، از مکر حیله همین انسانی که در مثلا بنده‌ای که تو آفریدگی هستی. خدایا خداوند کریم خدایا همین شخصی که در مابین این قدر دروغ و این قدر بدیایی که در بالای مردم آورده است، خدایا چطوری که خودت پروردگار هستی از همه گناههای این با خبر هستی پروردگارا. از طفل همون زنی که در خانه‌ای که گفت که دختر 15 ساله مرا خیش تواری اومالی داخلش دو آمد زنا کردن رفتن دائما زنا میکنن میرون. خدایا دعای همین زنای بیچاره را بشناس. خدایا اما آدمایی که نمیدونن در پیش کی حرکت کنن از دست ترس امام علی را پدر ملت میگن. خدایا گناههای اینا را ببخش پروردگار، دعاشون را بشنو، آواز دیده مادرای تاجیکا را بشنو. سرزمین تاجیکستان در غم گرفتار شد. خدایا خداوند کریم از آمدن همین ظالم سرزمین تاجیکستان ما بسیار آدمای ما مهاجر شدن در دولت‌های خارج، خاک و خاکستر شدن. خدایا از دنیا گذشته استن، کنیش در رفتگی هستن. خدایا رحم کن در ملت، رحم کن در سرزمین تاجیکستان. خدایا رحم کن در مومن مسلمانایی که دست برداشتگی هستند در همین شو و همین روز. همین دعای ما را پروردگار به درگاهت قبول کن. خدایا اگر که تقدیر نصیب ما کشیدگی باشه که ما در همین میدان حرکت میکنم شهید میشم، خدایا همین حرکتی ما را به درگاهت قبول کن. پس از حرکتی ما فیروزی در بالای مردم تاجیکستان برسان. خدایا کاری کن که خدایا خداوندی کریم که مردم تاجیکستان دیگه همین خطاگی را تکرار نکنن. دیگه پس از همین حرکتایی که ما در آخر حرکتی میبینیم مردم تاجیکستان دیگه بفهمه که پروردگارا وضعیت این روزه مردم تاجیکستان یک در تاریخ میمونه و خودت رحم کن در مردم تاجیکستان که اینا در آینده دائما بدونن که هیچ وقت مردم تاجیکستان با هم دیگه شون باید دیگه یراق نکشن. نه خدایا در همین حرکتی که ما برای نیکی میریم با امر خودت پروردگار، چیزی که خود در قرآن گفته هستی که هر کسی که خانه و در تو میگیره، هر کسی که در دین تو حرکت میکنه، هر کسی که در بالای مردم تو ظلم زیاد میاره، خیستن تو در این وقت فرض است
خدایا فرضی ما را به درگاهت قبول کن. خدایا ما از خودت پروردگار طلب ندارم عمری دراز پروردگار، ما از خودت طلب دارم حقیقت پروردگار. خدایا ما از خودت فقط عدالت طلب دارم پروردگار. تو پروردگار هستی، نیست در هیچ چیز بغیر از خودت هیچ یگان قاضی دنیا پروردگار با خودت در عدالت برآورد نمیشه. خدایا گناههای مرا شخصی بخش پروردگار، من یک بنده پرگناه هستم. اگر یگان خطاگی کردگی باشم خدایا رحم کن در ما پروردگار. در این راهایی که ما به درگاهت قبول کردگی هستم پروردگار، به خاطر ماه شریف رمضان خدایا، به خاطر همین روزی بزرگت پروردگار گناههای مرا بخش. خدایا دما یک کمی قوت بخش. خدایا قوت بخش در مردم تاجیکستان کمی دلیلی و شجاعت پروردگار. کنده سینه‌هاشون گرم کن خدایا. خداوند کریم پروردگار، اونایی که ناامید هستند خدای، اونا به مثل امام علی یک بنده‌ای هستند که مردای همین زمین هستند. خدای اونا را قوت بخش. خدای کنده سینه‌ها را پر گردان. خدای حرکت‌های نیت‌های اونا را پاک گردان. خدای در راه راست حرکتشون کن پروردگارا. این حرکت آخران برای مردم ملت تاجیکستان است. ما یک بنده آسی روسیای پرگناه خدای سر در پیش تو، سر تا پیش تو خدای میخوانم، از خودت عبادت میکنم، از خودت رحم طلب میکنم. رحم کن در ملت ما و در میدان زمین سرزمین تاجیکستانی ما. خدای این روز ظالم هر قوتی که به بالای مردم میرسونه خدای، این قدرت و قوت تو دادگی هستی پروردگارا. چه طوری که تو نابود کردگی بدی فرعون در دریا، چه طوری که لشکرش نابود کردی خدایا، قوت بخش دمو که ما نیست نابود چون کنیم خدایا. خداوندی کریم که در تاریخ دین اسلام و در تاریخ تاجیکای ما، در تاریخ مومن مسلمان ها همین روز خدایا در دما و شما پروردگارا در دوران قدیم هم بمانه که خدایا در پیش آمدگی تاریخ هم بمانه که ما چی نمود حرکت کردیم. ظالمی این شاهی که پروردگارا که در بالای سری ما ماندی که این پرزیدنت نیست، این خچه شاه گفتگی است، این قبیله به قبیله حرکت کردگی است. خدایا خداوندی که از همه مکر هیله‌اش خدایا خودت با خبر هستی. خدایا به حرمت قرآنی بزرگت پروردگارا، به حرمت پروردگارا همه رحمت پروردگارا، به حرمت پروردگار بهشتی که تو آفریدگی هستی خدایا، به حرمت حضرت آدمی که تو آفریدگی هستی از اموی که ما همون پروردگارا خیش تورم هستیم پروردگارا. رحم کن در ما پروردگارا، در همین ماه شریف رمضان پروردگارا. خدایا در همین شب بزرگت پروردگارا دعای ما را قبول کن. خدایا بشنو نالیش سرزمین تاجیکستان. خدایا ناامید نگردان ما را خدایا. اگر که خدایا ناامیدم گردون داشت باشی، هر کسی که در این راه حرکت میکنه خدایا ما را به شهادتی هم اگر که رسیدیم خدایا ما را شهید گردان پروردگار و گناههای ما را ببخش. خدایا این روز رسید که من بداد آمدگی هستم، به طرف تو فغان کردم، زیرا که دیگه همه دروازه ها را پروردگار خودت پشاندگی هستی بغیر دروازه رحمت خودت. ما یک بنده آسی روسیای پرگناه هستم که به دروازه خودت که پروردگار به خانه کعبه خودت به همه چیزی که خود آفریدگی هستی من فغان کردم و فریاد کردم. خدای رحم کو پروردگارا به ملت تاجیک، به سرزمین تاجیکستان، به اونایی که آج در عذاب هستند خدایا. خداوند کریم اونایی که گشنه روزه گرفتند خدایا، که نانشون در سخانشون پر نیست خدایا، نه اونا از رحم خودت از محبت خودت امید دارن پروردگارا. خدایا رحم کو، خدایا لطف کو، خدایا نظر کو. خدایا خداوند کریم اون ملاهایی که پروردگار تو آفریدگی هستی که حرام حلال میگن، نیکی را بدی میگن و بدی را نیکی میگن خدایا. خداوند کریم خودت پروردگار را میدونی خدایا. اولش اونا را به توفیق گردان و خدایا اگر که اونا نگشتن در از این راه بدشون خدایا در غضبشون بگیر. خدایا ما امید داریم از رحمت، از بخشندگی، از بزرگیت. داد فیغان مرا پروردگار بشنو، داد فیغان سرزمین تاجیکستانی مرا بشنو. اللهم اغفر لي ولوالدي ولأستاذي ولجميع. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين. الله أكبر. آمين. الله أكبر. آمين. الله أكبر. خدایا خداوند کریم